بسم الله الرحمن الرحیم. نوری ایمان آفرید در شبی تاریک بنگر ماه تابان آفرید با ملائک گفت آن دم آدمی را سجده کن توق لعنت در جهان از بهر شیطان آفرید آن خداونده که در دل نوری ایمان آفرید در شبی تاریک در هفته‌های قبلی ما و شما درس ما در موضوع توحید در ذبح بود که یک انسان مسلمان، یک انسانی که عقیده اسلامی داره، یک موحد است، یک پرست است، در ذبح کردن ذبح حیوانات یا پرنده ها چه قسم عقیده خود حفظ بکنه و از نگاه عقیده اسلامی آیا مثلا یک مسلمان در ذبح هم مربوط به عقیده میشه و چه احکام داره. در هفته قبلی ما ذبح را در لغت هم گفتیم که به معنای شق کردن است و در اصطلاح گفتیم که دو تعریف است برای ذبح، یکی تعریف علمای عقیده هست و یکی تعریف علمای فقه هست. علمای فقه را من گفتم که چون استادای محترمی که موضوعات فقهی را درس میده میشه اونا براتون را تشریح بکنن که علمای فقه میگن که او امو قطع کردن حلقوم و مری حیوان است که با کارت قطع میشه و الله اکبر گفته میشه دیگه، او مربوط به فقه میشه. لکن از نگاه عقیده گفتیم که علما چون موضوع ذبح تنها موضوع فقهی نیست، موضوع اعتقادی هست، علمای عقیده ای هم تعریف کردن و گفتن که ازحاق الروح به اراقت دم علی وجه الخصوص تقربا الی الله سبحانه و تعالی، یعنی در عقیده توحید ذبح کردن یک حیوان یا از بین بردن روحی از او هست با جاری ساختن خون از او به شکل مخصوصی که در اسلام است و ای به خاطر تقرب الی الله گفتن. قید تقرب الی الله به خاطر از این است که خود ذبح کردن حیوان یک عبادت است و دلیلش هم گفتیم، مختصر شمیم که دوستایی که تشریف نداشتن دلیلی که چرا امی ذبح عبادت است گفتیم که آیت قرآن عظیم الشان است که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فصل لربک وانحر. فصل پس نماز بخوان، امر شد به نماز خواندن، پس امر چی شد اینجا؟ عبادت است. لربک خاص برای پروردگارت، وانحر و ای عطف است بالای از او، یعنی وانحر لربک یعنی برای کی نحر بکو یا ذبح بکو؟ خاص به نام پروردگارت. از این خاطر علما و مفتیای اسلام کلشان فتوا دادن که ذبح چی است؟ این ذبح یک عبادت است و حدیث شریفی را هم خواندیم که در مورد حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عنه بود که یک کس پیش از او آمد و برش گفت که رسول الله صلی الله علیه و آله کدام سخنهای سری را بر تو میگفتن و در این حدیث شریف میگه که فغضب، حضرت علی صاحب میگه علی رضی الله تعالی عنه غضبناک شدن و قال و گفتن که ما کان النبی صلی الله علیه و سلم یسر الی شیئا، یعنی رسول الله صلی الله علیه و چیزی را سری یا مخفی بر من نمیگفتن، یکتمه الناس که او را از مردم بپوشاند، غیر انه قد حدثنی، غیر ای که رسول الله صلی الله علیه و یک حدیث را بر ما بیان کردن به کلمات اربع که دو 4 کلمه بود بسیار مهم است از نگاه اعتقادی. قال میگه ایراوی میگه فقال، پس شخص گفت که ما هن یا امیر المؤمنین، گفتی 4 کلمه که رسول الله صلی الله علیه و بر تو درس داده و چی هست؟ میگه گفت علی رضی الله عنه که قال رسول الله صلی الله علیه و گفت که رسول الله صلی الله علیه و گفته که لعن الله من لعن والده، لعنت الله هست بالای کسی که او پدر خود چی کنه؟ لعنت بکنه یا والدین خود. یعنی لعنت والدین چه قسم میشه؟ که یک کسی که امرای کسی مذاق میکنه، کسی مثلا یک کسی را دشنام میته و او دوباره برای چی میکنه؟ دشنام میته ایره. پس اول لعنت الله سر کسی نازل میشه که ای پدر خود یا والدین خود لعنت میکنه.
و همچنان کلمه دومه که حضرت علی سمیه که رسول الله صلی الله علیه و آله برای ما درس داد، چی است؟ ولعن الله، ولعنت نموده است الله من کسی را که ذبح لغیر الله، که ذبح بکنه به غیر الله، یعنی نام غیر الله را بگیره، چی به نام پیغمبر باشه، چی به غیر الله کل شامل میشه. یک الله هست، غیر الله ملائکه، جبریل، میکائیل، اسرافیل، ملک الموت، دیگه مثلا پیغمبرا، اولیاء الله، زنده، مرده، کلی از اینا چی هستن؟ غیر الله هستن. پس در این حدیثی هم شامل میشه که لعنت الله هست سر کسی که ذبح میکنه به نام غیر الله. و سیومش گفت ولعن الله من آوا محدثا، این حدیث صحیح مسلم است. ولعنت الله هست بالای کسی که آوا محدثا، که جای میته بر یک انسان بدعتکار، میفهمه که این انسان یک چیز اختراع نو کرده و این ضد سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم عمل میکنه و با طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم زندگی نمیکنه، بلکه مردم به بدعت ها دعوت میکنه. پس اگر کسی ایره جای میته در خانه خود یا در مسجد خود یا در منطقه خود، بر از این جای میته لعنت الله سر از این انسان وارد میشه، چرا که این با اون مخالفت با رسول الله صلی الله علیه و سلم رضایت داره که ایره جای میته. و چهارمی نقطه که حضرت علی صاحب گفتن که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته که ولعن الله، ولعنت نموده است الله من غیر منار الارض، کسی که امون نشانه های زمین تغییر میده. مثلا دو نفر زمین هایشان پالو در پالو هسته، باز این میخیزه امون پلوان تغییر میده و قسمتی از زمین از او داخل زمین خود میکنه. خب این حال در فتاوای شبکه اسلامی اینجا فتوا چی شده؟ گفته که فالصلاة عباده و دعا عباده و الحلف عباده. اینجا عبادات تشریح میکنه که مردم نماز عبادت است، انجام دادن عبادت به غیر الله و به نام غیر الله شرک است. و دعا و عباده، دعا عبادت است، بلند کردن دست در مقابل مخلوق این شرک است. چرا؟ شریک کردن مخلوق است در عبادت خالق. اگر در کدام قبرستان هستی یا پیش قبر رسول الله صلی الله علیه و سلم هستی و دعا میکنی، روی تا طرف قبله دور بتی، روی تا طرف قبر دور نتی، چرا که دعا چی هسته؟ عبادت است. والحلف عباده، قسم خوردن عبادت است. این حالا چون قسم عبادت است، اگر کسی به غیر الله قسم میخوره، این غیر الله را در عبادت الله شریک کرده. مثلا در افغانستان رواج است به سرت قسم، در شرک داخل میشن. به بچه خود قسم میخوره، به زمین قسم میخوره، به این قسم میخوره. اینال قسم فقط به نام الله هست. از این خاطر این هم عبادت است. انسان متوجه باشه چیزی را که علمای اسلام عبادت میگن لازم است که مخصوص الله باشه. ایاک نعبدو، ایاک نعبدو. خب والحلف عباده و قسم عبادت است. و الذبح عباده، این در فتاوای شبکه اسلامی این سر که مفتی های اسلامی که ذبح هم چی است؟ عبادت است. و السجود و الرکوع و الخوف و الرجاء، همچنان میگه سجده، رکوع، خوف، رجای کل چی هستن؟ عبادت است. این حال اگر یک نفر، یکی خوف طبیعی است، ما شما در سای سابقه خواندیم که انسان است مثلا از شیر میترسه، از پلنگ میترسه، این خود درنده هست. اما یکی که مثلا یک نفر از کفتر شاید شمشیره میترسه، وش کوی کفتر مزار نکشی که میکشیته. پس ایچی است؟ پس تو عبادت به کی انتقال داد؟ به کفتر. کفتر العیاذ بالله چیز کرد. در یک مسجد ما رفتیم یک وقتی در یک منطقه در لوگر مایا زیاد بود. گفتیم از این مایا خود خوب مایا است، یک دو دانه برای ما میمان هستیم پخته کنین. گفتن که نه صاحب این مایا که است اگر بخورین شما را میکشه، این تباه میکنه تان خانه تان. یک ترس بسیار خطرناک از مایای از اونجا هیچ کس دست نمیزد. پس چی هستم؟ پس اینال خوف چی است؟ عبادت است. و الرجاء و امید که است، امید که انسان مثلا می داشته باشه. یکی خب امیدهای عادی هست که انسان به یک کس امیدوار می باشه، لکن امید اصلی که مثلا تقدیر مرا تغییر میده، امید به ای که مثلا سرنوشت مرا تغییر میده، ای که مرا به جنت میبره، این مخصوص الله هست. و این هم گفتن که با کل ذالک، این مفتی صاحبا چی میگن؟ میگه کل ذالک من العبادات التي، میگه تمام از اینا از جمله عبادات است که یتقرب بها المسلم الى الله تعالی،
که انسان مسلمان با انجام دادن از اینا خود به الله نزدیک میکنه. و باز در ختم فتوا چی میگه؟ و کل من صرف شیئا من تلکم العبادات التي لا يستحقها الا ربنا جل وعلا لغیر الله فقط کفر او اشرک. و میگه کل من صرف، هر کسی که یکی از عبادت ها را تغییر بدن، من تلکم العبادات التي لا يستحقها الا ربنا جل وعلا، از عبادات یکیش هم اگر کسی به یک مخلوقی که مستحق از او عبادت بغیر از الله کسی دیگر نیست ایره به غیر الله میکنه، چی به نام ملائکه میکنه، چی به نام پیغمبر میکنه، چی به نام ولی میکنه، چی به نام شهید میکنه، چی به نام درخت میکنه، چی به نام هر چی میکنه، چی هست؟ میگه فقط کفر او اشرک، میگه این انسان مطلقاً کافر میشه و یا حداقل ای در شرک مبتلا میشه. فتاوای شبکه اسلامی جلد 17 صفحه 244. به این شکل خب انال خود ذبیحه از نگاه اعتقادی در کدام حالات حرام میشه که خوردن گوشت از اون ناروا هست؟ اول گرفتن نام مخلوق بالایان در سه حالتی حرام است. اول گرفتن نام مخلوق بالای از او، دوم شریک کردن نام مخلوق با نام خالق و سوم به خاطر تقرب به غیر الله با وجود گرفتن نام الله. این تشریح میکنم براتون. مثلا اولا گرفتن نام مخلوق بالای آن چه قسم است؟ آیت قرآن میگه قل انما حرم علیکم المیتة، الله حرام کرده بالای شما خود مرده را، و دم و خون را، و لحم الخنزیر و گوشت خنزیر را، گوشت خوک، و ما اهل لغیر الله به، و هر حیوانی که در وقت ذبح از او نام غیر الله را بگیره. یک کسی به نام بت میکشه، یک کسی به نام زیارت میکشه، یک کسی به نام پیغمبر میکشه، یک کسی به نام فلان شخص میکشه. اینمی که در وادی ذبح هزین نام غیر الله را گرفت، ولو ای غیر الله ملائکه باشه یا پیغمبر باشه یا هر شخص خوب باشه یا هر چیز باشه، این ایده داخل میشه. پس اینی حرام میشه در این حالت. دوم قسمی که همین ذبیحه حرام میشه و گوشتش خوردنش ناروا هست، این چی هست؟ شریک کردن نام مخلوق با نام خالق. یعنی یک کس هم نام خالق میگیره و هم چی میکنه؟ نام مخلوق میگه. مثلا میگه که به نام الله و به نام سخی جان. اینه پس این چی شد؟ هم نام الله را گرفت و هم چی کرد؟ نام یک مخلوق را گرفت. اینال عطف کرد به نام فلان و فلان، به نام الله و به نام پیغمبر، به نام الله و محمد صلی الله علیه و سلم. در این صورت هم اینمی ذبیحه حرام میشن. خب از این خاطر در کتاب‌های فقه احناف بسیار و صراحتاً این بیان کردن و میگن که و حرم المذبوح، میگه ذبیحه حرام میشه ان عطف علی اسم الله غیره. اگر این عطف کرد، عطف چی کرد که و در بینش آورد به نام الله و محمد. متوجه شدین؟ عطف کرد به نام الله و ابوبکر و به نام الله و شاهد شمشیره. این پس در این صورت میگه این هم حرام میشه. خب سوم حالتی که همین ذبیحه حرام میشه، تقرب به غیر الله با وجود گرفتن نام الله. یک نفر یک حیوان به نام یک شخص ذبح میکنه، لکن در وادی ذبح نام الله را میگیره. والا ما اینمی گوسفند از زیر پای آجی صاحب ذبح میکنم. اینمی گوسفند ما بردیم برای زیارت اشپول بابا. صحیح شد نه؟ اینا رو برای گوسفند برد برای کی؟ به زیارت اشپول بابا، لکن در وقت ذبح کردنش چی گفت؟ الله اکبر گفت. در این قسمت علما میگن این هم حرام است. کتاب مشهور فقهای احناف است. متاسفانه در افغانستان مردم افغانستان میگن ما حنفی هستیم، لکن کتاب‌های مصادر فقه احناف مطالعه نمیکنن. چرا؟ اگر ما در عقیده علمای احناف کتاب‌های اصلیشان، مثلا کتاب ابن ابی العز حنفی رحمت الله علیه که عالم بزرگ احناف است، این در عقیده که به نام شرح عقیده طحاویه هست، اگر این ما شما بخوانیم کل مشکلات ما حل میشه، حتی مشکل جهان اسلام حل میشه. چرا؟ شرح عقیده طحاویه در کل دنیا، ما که در هر کشور اسلامی رفتیم، اهل سنت هیچ کسی رد نمیکنه،
حنفی، شافی، مالکی، حنبلی، سلفی، کلگی رو که شما برین امیره میخونن. در خود عربستان سعودی که برین شما این میل در بین مدارسش، اونا وقتی که بگویی اینی گپ در شرح عقیده طحاوی است، دو دسته بر سلام میکنن، تسلیم میشن، هیچ کس با این مخالفت نمیکنه. و این کتاب است از کتاب از یه عالم است از علمای بزرگ احناف. همچنان مثلا کتاب خود امام صاحب ابو حنیفه رحمت الله علیه که فقه اکبر است و شرح فقه اکبر که است که ملا علی قاری حنفی هست. اینا لیا که است، اینا وقتی که حنفی میگن منظور در حنفی بودن در فروعات فقهی هست، اما اهل سنت مالکی و شافعی و حنبلی و حنفی و سلفی و یا در عقیده اختلاف ندارن. در عقیده کلگی عقیدهش قرآن و سنت است. متوجه هستین؟ اهل سنت چرا میگن که اهل سنت در مقابل چی است؟ اهل بدعت. اونجا اهل بدعت بود کسایی که از خود نوآوری کردن، از فلسفه عقیده خدا گرفتن، از منطق عقیده خدا گرفتن، از علمای کلام گرفتن. اما فقهای اهل سنت رحمهم الله جمیعا، چه علمای بزرگوار احناف هستند، چه علمای بزرگوار شافعی هستند، چه علمای بزرگوار سلفی هستند، چه علمای یا کلشان، وقتی که کلشان مطالعه بکنی کلشان یک عقیده دارن که عقیده قرآن عظیم شان و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. و این در کتابای خود مفصلا گفته. مثلا همین که یک نفر یک حیوان میبرد تقرب به غیر الله میکنه، لکن در وادی ذبح کردنش نام الله را میگیره. خب این شما بگین که خیلی استاد تو از کجا پیدا کردی؟ میگه مثلا در کتاب مشهور احناف که الدر المختار میگن، مشهورترین و قویترین کتاب در نزد احناف است. کسی که فقه حنفی را خوانده باشه به این بسیار احترام میکنه و این کتاب قبول داره. او در کتاب خود چی میگن؟ میگه لو ذبح لقدوم الامیر و نحوه من العظما، میگه اگر یک نفر به خاطر آمدن یک امیر چی میگن؟ یک قماندان، یک رهبر، یک والی، یک ولسوال، یک حاجی صاحب فلانی خان، یک وکیل صاحب پارلمان، یک وکیل شورا، یک خان منطقه، کل از دمی شامل میشه. لو ذبح لقدوم الامیر و نحوه من العظما، از بزرگان چیگن؟ تعظیما له، به خاطر تعظیم بر از او. والله خان صاحب آمده زیر پایش برش یک گوسفند حلال بکنیم. این میره صاحب در المختار چی میگه؟ میگه حرمت ذبیحته، میگه امی ذبیحه ازی چی شد؟ حرام شد. ولو افرد اسم الله تعالی بالذکر، ولو که میگه نام الله را در وادی ذبح کردنش گرفته باشه. این متن کتاب الدر المختار است. متوجه هستین؟ اگرچه میگه چون در نیتش ای به خاطر ای شخص بود، ولو که در وقت ذبح کردنش نام الله هم گرفت، میگه اینمی ذبیحه ازی چی میشه؟ حرام میشه. لانه احل بها لغیر الله. ای عالم بزرگوار احناف میگه که به خاطر که اینمی کار ازی تحت اونمو آیت قرآن میگه که چی است؟ و ما احل لغیر الله. فهمیدین یعنی؟ پس این از کتاب البحر الرائق. ما بسیاری وقتا در بسیاری مجلس هایی که میشینم متاسفانه برادرای محترم، دشمنای اسلام بسیار مسلمان ها را ما مشکل اساسی ما از دشمنای مکار و دسیسه ساز هستن و دوستای ساده لو هست. این دشمنای مکار این چیزها را میپرده که نه والا برادر بین مذاهب اختلافات است. حالا چی است؟ در بین مذاهب اختلاف نیست برادر عزیز، در بعض فروعات فقهی هست. مثلا وامسحوا برؤوسکم کلگی قبول داره، هیچ کسی نیست که بگه آیت قرآن صراحتا. آن گفتن امی اندازه مسح چقدر است. امام صاحب ابو حنیفه رحمت الله علیه گفت به اندازه یک امی پیشانی که اگر مسح کردی سیسته. امام صاحب دیگه شافعی صاحب خیست گفت که مثلا اگر امی قدس دکه دادی المسح الاصابه، این دکه دادی مسح شد، فرض ادا شد، اما کلش که میگه سنت است. امام صاحب مالک گفت که نه، این بروز که است باید کل سرت مسح بکنی، یعنی باید مکمل شه. پس اختلاف کلشان دی عقیده باور هستن آیت قرآن است که مسح سر باید شوا و فرض است. اما امی فرض در کدام اندازه ادا میشه؟ یکیش میگه که مجرد که دست زدی خلاص فصل شد. امام صاحب ابو حنیفه میگه به اندازه چی؟ پیشانی. و امام صاحب مالک صاحب میگه که نه باید کل سر مسح بکنین. اما کل مسح سر کردن سنت پیش کلگیست.
بکنیم. کل سر خودم مثلا میکنیم نمیکنیم. این حال پس این همین تعیین و اندازه از زیره در اختلاف نظر شده و اگر هر کسی به هر کدام از این عمل بکنه مسیح سرش درست است. و از این خاطر با کامل احترام یک مسلمان با مسلمان دیگه، ما و شما در عقیده یکی، در توحید یکی، در توحید ربوبیت، در توحید الوهیت، در توحید اسماء و صفات، در ایمان به پیغمبران، آمنت بالله و ملائکته و کتبه و رسوله و الیوم الاخر و القدر خیری و شر تعالی و البعث بعد الموت و الجنة حق و النار حق. کل ما به ایمان داریم. یک سر چی است؟ والا مسئله ما چهارمش هم مسئله بکنیم یا کلش هم مسئله بکنیم. این سر سر از گپ بسیار دشمنای اسلام کلام ساختن. اهل صاحب تو کل سرت مسح کردی، تو وهابی شدی. و دیگه صاحب میگه اهل صاحب بازو میخواد رو حکم کفرش میکنه. تو عظمت لا اله الا الله را میفهمی؟ یک مسلمان لا اله الا الله محمد رسول الله. چطور تو جرأت میکنی که به او بیادبی بکنی؟ یا امی بزرگوارای اسلام که مثلا یا صحابه کرام هستن و تابعین هستن و تبع تابعین هستن، چطور جرأت میکنی که در مقابل نام از اونها یک بیادبی شوی؟ این از کجا پیدا میشه؟ این از منتهای عدم فهم و تحت تاثیر رفتن عمود دسایس دشمنای اسلام. اگر یک انسان مسلمان به یک مسلمان 100% احترام داره، خصوصا به بزرگای اسلام، خصوصا به علمایی که عمر خود زندگی خود وقف اسلام کرده بودن. ادبت است. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، امام شافعی رحمت الله علیه، امام مالک رحمت الله علیه. حتی علمایی که نه هستن، بسیاری علما مثلا بر ما که یک کس میگه سید قطب، میگه والا سید قطب رحمت الله سرش رحم بکنن. چی گپ است؟ چرا؟ به خاطر که قرآن عظیم شان چی میگه؟ قرآن عظیم شان بر ما و شما ادبیات میده که چی بگیم؟ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين پروردگار ما را مغفرت کو و برادرایی که قبل از ما هستن. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا. پروردگارا در دل ما کینه، بدبینی در مقابل یک مسلمان هیچ جایی نده. پس ما با هیچ مسلمان کینه نداریم. ولو که یک نفر در اشتباه هست، وظیفه ما چی هست؟ برش راهنمایی میکنیم. برادر عزیز، برادر محترم، اینمی مرغ از زیر پای اینمی آرس ذبح نکو. چرا؟ او میگه چی نقص دارد؟ تو برش میگی برادر عزیز، برادر محترم، قربانت شم. همین مرغ که بگی بسیار که جوانی میکنی، زنده به می دریور تاکسی بدی. بگین دریور بگی مرغ است. برو یک گوسفند بدی، چند بس همین مرغ تا برش. اما ذبح کردن حیوان یا پرنده در زیر پای یک انسان و زدن خون از او در پای از او، این از عادت مشرکین و بت پرستا هست. یک کس اومد پیش رسول الله گفت یا رسول الله ما میخوایم در اون سر تپه یک شتر از ذبح بکنم. رسول الله برش گفت که تو برو یک دفعه تحقیق کن آیا بت پرستا در اونجا کدام سابق بت ذبح حیوان ذبح میکردن؟ نفر اومد گفت نه صاحب دی تپه هیچ کار نشد. خلاص گفت نکنین، به خاطر که مشابهت با چی نشه؟ با بت پرست نشه. احتیاطاً عقیدت حفظ بکن. یک حاجی صاحب است برش احترام میکنی، برو گوسفند بکش، الله اکبر بگو، خب میمانش کو برش نان اترا. اما یکی تو میاد زیر پای از گوسفند میماری و خونش هم میریزنی، خود در مشکلات ایجاد می. امر محترمانه بگیم، خصوصا برای مردم بیچاره افغانستان که مردم بیچاره ما و شما از نگاه دین و فهم قرآن و فهم سنت، یعنی باور بکنین الله مثلا نمی استادا را اجر نصیب بکنه که مثلا در اینجا در مسجد مثلا عبدالله عزام مثلا مولوی صاحب متوکل است، یا مولوی صاحب عبدالحسیب است، یا مولوی صاحب نورالله کوثر است، یا مولوی صاحب عبدالسلام عابد است، یا دکتر صاحب ایاز نیازی است، یا دیگه علما در دیگه جای هستن، یا در مسجد کمپری اینجا مثلا در سای صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داود. باور بکن یک وقت ما طالب مدرسه بودیم، در مدرسه دارالعلوم می‌خواندیم، چشم ما کور بود یک حلقه درس صحیح بخاری باشه. حالا میگم مولای سابقه هم میفهمیدن، مولای سابقه را خود کسایی که میفهمیدن واره در وقت کمونستا کشتن، نصفش مهاجر ساختن، نصف دیگهشان چی کردن؟ شهید ساختن. کی مان در مسجدها؟ در مسجدها اونم 4 نفر بیچاره مثل ما و بی سوادای مان. وقت ما میگم در مدرسه بودیم خود ما دین نمیفهمیدیم، در اون مسجدها که میرفتی بیچاره خودش نمیفهمید. مثلا یک بچه را موتر زده بود، آورده بودن چی گپ است؟ این شهید است، نشوی نشه.
او خانه پر پالا او گفت که در معرکه در صف در میدان جهاد او هم گفت شرط است که در میدان جهاد وقتی که میری که همونجا شهید شده باشه، اما اگه تا خانه آوردیش و گپ زد باز امور اینا صاحب میگه پاره بسیاری نمیفهمیدن صاحب یک کس موتور زده موتورسیکل زده صاحب در شب خانه مرده او را نشوین صاحب بیچاره بچه جوان 14 ساله را ناشسته دفن کردن. اینا اینی مشکلات بود. از این خاطر دوستانه بر از این مردم بیچاره که نمیفهمیدن و این مشکلات سیاسی که علما دستایشان بسته بود یا گلونشان بسته بود و گپ زدن نمیتونستن و به خاطر یک تبلیغ نماز مردم در زندان میرفت. از این خاطر مردم بسیاری کسا احکام ابتدایی دین نمیفهمیدن. یک روز ما در یک مسجد رفتم در پشت بلاکای ما در پوانتون یک مسجد از پشت وزارت زراعت همونجا هم خادمش بود یا مردم زنگ زد که استاد مولوی صاحب نیسته هیچ کس نیست اگر شما لطف کنید بیاین این نماز جمعه را شما بتین. من دیدم که 12 بجه سال دیگه چه آمادگی هم ندارم خواهم درس دادن و تبلیغ کردن هم خیلی آمادگی کار دارم. دیدم که نیست مشکات المصابیح همونجا بود امیر آواز کردم گفتم باشه کدام باب از این هست بخوانم. نوشته بود باب الاسامی باب درباره چی است نامگذاری. من یک 3-4 حدیثی درباره نامگذاری را خواندم دمو کتاب آوردم که خلاص امروز رو خواندم میگفت که برادر از عبدالله بنده الله، عبدالرحمن بنده رحمان، عبدالرحیم بنده رحیم، عبدالمسیح بنده مسیح هست. بقیه ما درست است؟ من تو آمیانه گپ میزنم از اونجا برشان گفتم برادر یک ریش سفید بعد از مسجد از پشت برام گفت استاد محترم. گفتم بله. گفت باور به خدا بگو من 50 سال در این مسجد نماز خواندیم اینه میگه که امروز تو گفتی کس برای ما نگفت. بعد از او خصم نام اولادای خودم و نام مادر اولادا و نام نواسا و کواسا را از یک سر فشمت تیر کده رفت کار من در غضب خدا در شرک و کفر دارم به یک نام ایناله او بیچاره با بسیار اخلاص هم دویده آمد. یعنی در 50 سال کسی برش احمق قدر نگفته بود که همین نام درست کدام یکیست نام غلط کدام، در حالی که سنت رسول الله صلی الله علیه و آله وقت رسول الله صلی الله علیه و آله میرفت در یک جای که میدید که نام یک نفر نام غلط است فورا نامش چی میکرد؟ تغییر میده. فورا تغییر میده. آسیا یک نفر آسیا گفت نام دختره که آسیا گناهگار. چه نام آسیا ماندی گناهگار؟ جمیله با نامش. یکی دیگه برره ماند یعنی بسیار نیک و گفت خدا تزکیه نکنید. حالا کتا مولوی و تخلص شدن جنتی. بهشتی جنتی فردوسی در حالی که آیت صریح قرآن میگه ولا تزکو انفسکم. حالا در افغانستان هم هر کس که مرد میگیم شهید است. حالا ما حق داریم که کلگی شهید بگوییم. وقتی که تو میگی شهید است شهید یعنی که جنتی است. صحیح نه؟ پس اگر او جنتی نباشد تو سر الله تجاوز کردی نکردی؟ از این خاطر در کتابا که ما میخوانیم برای ما استادا میگفت اگر یک نفر پیش آمد فلانی نفر برای کس خط نشته میکنی که برش میگه که امیر یک تسکیه بدی چطور آدم است امیر باز نشته میکنی که احسبه كذلك ولا ازکی علی الله احد. من گمان میکنم که خوب آدم است اما با الله کسی را تزکیه نمیکنم. حسیب مذهبی پیش میگه استاد بر من یک تزکیه بده نشته میکنم که جناب محترم رئیس صاحب پوانتون اینمی حسیب الله که از فرزند فلانی خان روزای جمعه در درس ما ما که میبینیمش ما نیم ساعت یا 1.5 ساعت در مسجد دیدیمش در سا آمده احسبه كذلك والله حسیبه. الله میفهمه که این چه قسم است اما شوکی چی کار میکنه پیش اینترنت میشینه چی کار میکنه یا شیخ من خبر ندارم من دیگه چطوره چی کنم تزکیه بکنم. از این خاطر انسان حتی در الفاظ خود ادبا احترام چی بکنم. خب کتاب البحر الرائق یکی از کتاب‌های مشهور احناف است و کسایی که ما که در فقه ماستری می‌خواندیم این کتاب‌ها را سر ما استادا می‌خواندن و این مصادر بود که ما از استفاده می‌کردیم. البحر الرائق این شرح چی است؟ شرح کنز الدقائق است. منیه خواندی کنز خواندی فلانی خواندی همین کنز یک عالم تشریح کرده به نام البحر الرائق. سعی کنید علما آن قدر عقیده قوی و یکتا پرست بودن و آنقدر موحد بودن و مردمای خوب بودن که حتی مسائل اعتقادی رو در کتابای فقهی ذکر میکردن تا که شاگردی که فقه هم میخوانه عقیده جریان فقه هم چی شوه جور شوه. چی میگن صاحب بحر راحق چی میگن؟ میگه که ولو ذبح اگر ذبح بکنه یک شخص لاجل قدوم الامیر
او قدوم واحد من العظما، به خاطر آمدن یک کماندان یا به خاطر آمدن یکی از بزرگان، و ذکر اسم الله، و نام الله را ذکر بکنن در وادی ذبح کردنش، یحرم اکلا، خوردن از این چی میشه؟ حرام میشه. لانه ذبحها لاجله تعظیما له، میگه به خاطری که ذبح کرده به خاطر تعظیم به اون شخص. متوجه هستین؟ بحر رایق 22-20. خب آل شخصی که کار میکنه حکم از او چی است؟ حکم شخصی که این سه اسلوب را انجام میده. خب ذبیحش حرام شد، خوردنش بر تو اجازه نیست. آل خی امی شخصی که کار کردن باید بر از او بفهمانیم. برادر عزیز، ما میخوانیم یک وقتی باور بکنین ما در مدرسه خواندیم، از مدرسه فارغ شدیم، استاد ما را الله مغفرتش بکنه اگر فوت کرده باشن، یعنی باور بکو برای ما چیزهایی را میگفتن بسیاری وقتا خود ما ایران میمونیم که یا الله حال من چطور کنم؟ اگه دانم شور بتم کافر میشم، اگه سوال کنم مولوی صاحب محمد مرچکیست لطم میکنن، اگه سوال نکنم آل چطور کنم؟ باور بکو که بیخی ات یک موضوعات را مطرح میکردن که هیچ نمیفهمی. آخر یک روز یک استاد آمد گفت مثلا همین چیزا که یکی جوهر است قائم به ذات است، مثلا این جوهر است، خب دیگه چی است؟ عرض است، چیزی که رنگ است مثلا این خودش چی نیست، مجبور است یک چیز دیگه باشه، این جوهر و عرض است. باز گفت که والا همین خالق متعال که است نه جوهر است نه عرض. من ایران ماندم خب های خالق متعال که جوهر هم نیست عرض هم نیست، حال تو کل چیز تقسیم کردی بعد دو بخش یا هم نیست یا هم نیست، پس چی هست؟ اینمی کدام 4-5 سال در این ذهن ما بود، هیچ حلش نمیفهمیدم. آخر از تر سوالم کردن نمیتونم. اما تو ماندیم بالاخره که در یک کتاب خانم که برادر عزیز این تقسیم جوهر، این تقسیم عرض یا تقسیم بندی در مخلوقات است. در چی است؟ در مخلوقات است. در ذات الله که میایی آیت قرآن لیس کمثله شیء، این تقسیم بندی ها را به خالق نکن. در بین انسان ها هست این مذکر است این مؤنث است این مخنث است، صحیح است؟ این تقسیم بندی در چی است؟ در مخلوقات است. وقتی که درباره خالق گپ میزنی باید چی کنی؟ لیس کمثله شیء، این تقسیم بندی ها به خالق نمیشه. متوجه هستین؟ یعنی والا این خو میبره، این پینگی میبره، او دیگه بسیار چطور است؟ این تقسیم بندی ها در چی است؟ در مخلوق است. تعالی شأنه عما یصفون. پس مقام الله بسیار بلند است از آنچه که اینا چی میکنن؟ توصیف میکنن. پس در وقتی که در مورد خالق آمدی تقسیم بندی های مخلوق از چشم چی کو؟ دور کو. بگو مربوط غیب است صفات خالق و ما به او تسلیم هستیم و ما حقیقت از او چون مربوط غیب است تسلیم هستیم نمیفهمیم. متوجه شدن نشدن؟ خلاص با یک آیت قرآن که لیس کمثله شیء کل مشکل 4 ساله اعتقادی ما چی شد؟ حل شد. ایناله مثلا یک کس همین سه کارم میکنه، ذبح کرد به نام مخلوق، ذبح کرد به نام شاهد شمشیره، ذبح کرد به نام یک مخلوق، ذبح کرد زیر پای یک مخلوق، ذبح کرد زیر پای عارض، خورش زد در بوتای عارض، ذبح کرد زیر پای حاجی. آل حکم از چی است؟ اینجا علما میگن که این به 2 هدف میشه، یا به خاطر تقرب و نزدیکی به صاحب قبر است تا که حاجتش برآورده بسازه. یک نفر میره میگه والا من یک گوسفند برای فلانی زیارت ذبح کردم که مرا شفا بده. صحیح شد نه؟ پس این گوسفند ذبح کرد برای مخلوق به خاطر نزدیکی به الله، این یک قسم مردم است. دوم یک کسی دیگه است به خاطر اهداف دیگه میکنن. والا اینه به خاطر از اینکه قدم عارض خوب لکس شوه، قدم عارض که تو خون لکس میشه. این چیز است. در کتاب اصول الایمان فی الکتاب و سنه، یک کتاب بسیار معتبر است، به زبان عربی هست، نوشته است که اصول الایمان فی ضوء الکتاب و سنه، اساسات ایمان مطابق در روشنایی قرآن و سنت. این یک مجموعه از علمای بزرگ این تالیف کردن. در این کتاب مخانم چی میگن؟ فإن كان ذلك تقربا الى المقبورین، اگر یک نفر ذبح میکنه در مقابل قبر و زیارت به خاطر خود نزدیک بسازه به این مرده ها و کسایی که در قبر هستن، لیقضوا حاجة للشخص، که حاجت از این شخص انجام بدن، فهو شرک اکبر. میگه این شرک چی است؟ بزرگ است. این شرک بزرگ است.
و این کان لغیر ذالک، اگر میگه به خاطر اهداف دیگی باشه، نه به خاطر تقرب و نه به خاطر چی، فهو من البدع الخطیره التي هي من اعظم وسائل، بازی میگه از بدعت های بسیار خطرناکی است که انسان منجر به چی میکنه؟ به طرف شرک میکنه. چرا؟ میگه لقوله صلی الله علیه و سلم. خب تو مولوی صاحب که کتاب نوشته کردی یا شما علمایی که کتاب نوشته کردین، این دلیل از چی گرفتین؟ میگه به خاطر که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته که لا عقر فی الاسلام. قال عبد الرزاق کانوا یعقرون عند القبر بقرة او شاة. میگه مردمای جاهلیت که بودن سر قبر گوسفند، بقره گاو حلال میکردن یا شاتن گوسفند را حلال میکردن. اینه ای در سنن ابی داود حدیث 3222 و در مورد حدیث لا عقر فی الاسلام شیخ ناصرالدین البانی در السلسله الصحیحه در جلد 5 صفحه 564 که بر روایت ابو داود و احمد می باشد گفته که یه حدیث صحیح است. فهمیدین؟ پس اینال ذبح کردن حیوان بالای قبر یکی از عادات کی بود؟ مشرکین عصر جاهلیت بود. ما تو مسلمان با این چی کار داریم؟ و صاحب تفسیر منار چی میگه؟ تفسیر منار چی میگه؟ وقد كانت الذبائح عند الوثنيين، میگه ذبح کردن حیوانات به نزد بت پرستان من العبادات، از جمله عبادت ها بود، یقربونها لآلهتهم، این حیوانات ذبح میکردن به خاطر نزدیک شدن به همون معبوداتشان، و یهلون بها لهم، و به نام از اونها ذبح میکرد، کی به نام لات، ای به نام منات، ای به نام هبل، ای به نام فلان. ثم سرى ذلك الى بعض اهل الكتاب، باز میگه این بدعت، این عقیده نادرست این انتقال کرد به بعض اهل کتاب، یعنی به یهود و نصارا. فخرجوا بقرابینهم عما شرعت لهم، میگه یا هم با اونا متاثر شدن یا هم امی حیوانات به مخلوقات چیز میکردن و از همون شریعت خود دور شدن. خب من کفارت یتقرب بها الی الله وحده، میگه یا از اهل کتاب هم از تقرب به الله را ترک کردن و به مخلوقات. فصاروا یهلون، باز میگه اهل کتاب چی میکردن؟ بازیا در واده ذبح کردنش بت پرستا خلات و منات و بت ها رو نامش میگرفت. یا چی میکردن اهل کتاب؟ باز یهلون بها للانبیاء و الصالحین، باز یهود و نصارا به نام پیغمبرا و به نام شخصیت های نیک چی میکردن؟ ذبح میکردن. و ینذرونها لاولئک القدیسین، و ایره برام امی اشخاص مقدس خود نظر میکردن. و ذالک، گپ صاحب تفسیر منار است، میگه و ذالک كله من عبادت الشرک، کل از عبادت چی است؟ شرک است. فمن فعلها من المسلمین، میگه هر کسی که از مسلمان ها این کار بکند فله حکم من فعلها من اولئک المشرکین، حکم از این مثل حکم چی وارد میشه؟ اونم مشرکین میشه. بعضی کسا میگه او برادر این خود درباره مشرکین آمده، درباره اهل کتاب آمده، این باز تو به مسلمانان تطبیق میکنی. یعنی معناش چی است؟ اگر اون دوی بیچاره پیش بگوان رفت سجده کرد او مشرک شد، اما اگر مسلمان پیش بگوان سجده کرد او خوب آدم است دیگه. اگر اهل کتاب یهودی بیچاره رفت پیش قبر موسی علیه السلام گوسفند ذبح کرد او در شرک داخل شد. اگر مسلمان رفت پیش قبر یک ولی یا پیش قبر رسول الله صلی الله علیه و حیوان ذبح کرد، نه ما مسلمان هستیم کلمه خواندیم، قانون شریعت الله که سر کلگی یکسان تطبیق میشه. هر کسی که عمل توحید کرد موحد است. اگر همیشه یک یهودی آمد پیش رسول الله صلی الله علیه و صحیح و گفت که اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله، رسول الله صلی الله علیه و گفت برادر ما هستی. نصرانی آمد گفت برادر ما هستی. اون دوی نمیال یک گوندی بده مسجد بگه که برادر من نمیجا آمده، السلام علیکم و علیکم السلام، چی میخوای؟ بگه من کلمه میخوام لا اله الا الله محمد رسول الله، خلاص بالا تو تطبیق شد. تو خونه میشه نه والا اگر من کلمه خواندم من مسلمان هستم، اگر اون دو خواند مسلمان نیست. اگر یهودی کلمه خواند نه تو یهودی سی برو بخره از تو خلاص هستی. یعنی بعضی اوقات شیطان بعضی کسا رو همین قسم وسوسه میکنه. شرک است. هر کسی که بکنه، اگر دیدی که استاد دایی العیاذ بالله در زیر پای عروس برق حلال کرد، از دستش ماکم میگی بگو استاد نکو که در شرک مبتلا میشی. قاعده سر کلگی تطبیق میشه. خب این بود گپ صاحب تفسیر منار. شیخ الاسلام علامه ابن تیمیه رحمه الله تعالی، ما یک عادت دارم برادرای عزیز، بعضی کسا هست برشان یک حسادت پیدا شده
این عالم خوش دارم، این خوش ندارم. مثلا یک تعداد است میگه ما صاحب دکتر ایاز بسیار خوش داریم، خب خانه‌تون آباد. یک تعداد دیگه از باز میگه والا صاحب من مولوی صاحب عابد بسیار خوش دارم. خب این دیگه استادا شده. با تو نحشه برادر عزیز، ما با کل علما یکی میگه والا صاحب من اگر کتاب از فقه اکبر امام صاحب ابو حنیفه رحمت الله علیه خواندی خوب است، اگر از ابن تیمیه خواندی حالا ابن تیمیه لا اله الا الله رو شکل چطور کنم؟ نه نخوان. ذالک الکتاب لا ریب فیه قرآن میخوانه، نه نخوان. چرا؟ نه نامش خوشم نمیاد. از این خاطر بعضی کسا شیطان بسیاری کسا از این خاطر ما از کل علما را نظریاتشان میگیریم، از اونا استفاده میکنیم، برشان احترام داریم، حسابشان به نزد پروردگارشان. الله کی در جنت میبره، کی در دوزخ میبره، کی نمیبخشه، کی نمیبخشه، کار الله هست. کار کی است؟ الله هست. کار ما چی هست؟ از اینمی زحمتی که اونا کشیده استفاده میکنیم که اونا گفتن برای ما دین تشریح کردن، از این خاطر با کمال احترام از کلش استفاده میکنیم. از این خاطر شیخ الاسلام علامه ابن تیمیه رحمه الله تعالی حتی بعضی کساس از مقتدیای خود نام ابن تیمیه را نگیری. چرا؟ آجی فتح بعدش میآید. به من چی آجی فتح؟ یک وقت مثلا تفسیر مودودی را در لیبیا میخواندم. تفسیر مودودی خود تفسیر داره. تفسیر زیم تو میخوادیم، یک کس آمد من الله یک تیر پت کو. چرا؟ یک دو تا بچهای پاکستانی بودن و از جمعیت العلماء بودن، گفتن و از جمعیت العلماء سی مودودی بسیار بعدشان میاد. چطور میشه؟ گفتم به من چی وقت شب درزادگی داره؟ ها؟ ما قطعا درزادگی ندارم. من تفسیرش میخوادم، چیز خوب تفسیر کرده بود، استفاده میکنم. اگر کدام اشتباه کرده بود میم الله ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان، الله ببخشش عفوش بکن. حالا ما خود قاضی نیستیم، ما دعات هستیم، قضات خود نیستیم، ما خود دعوتگر هستیم، قاضی خود نیستیم سر مردم حکم بکنیم. والله وقتی که حکم میکنم اول از خود شروع میکنم، وقتی گناه خود در نظر خود میرم باز میرم حسیب میگم حالا من حسیب از من که 1000 مرتبه خوب است به نظر خودم. چرا؟ این گناهی که نکردیم و نکردم، من گناه خودم میفهمم، اشتباهات خودم میفهمم، ریسیاگی خودم میفهمم. پس من چطور از او که خدا بلند بگیرم؟ هیچ کس از من از کلی که من ضعیف‌تر هستم. وقتی که از کلی که من ضعیف شدم چرا غیبت دیگران را بکنم؟ چرا از نگاه کرده بگم والا فلانی خان چطور است؟ من خود قضاوت کو برادر. یک روز آینه که پیش رویت بان سعی کو که خودت چی مشکلات داری، خودت هیچ گناهی یادت رفته والا فلانی خوب آدم است، فلانی خراب، والا کل دنیا از مکه خوب آدم است. اینال شیخ الاسلام علامه ابن تیمیه رحمت الله علیه در کتابش به نام اقتضاء الصراط المستقیم لمخالفت اصحاب الجحیم، بسیار خوب کتاب است که اگر انسان عربی رو یاد داشته باشه بخونه چقدر با لذت است. او همین حدیث شریف تشریح میکنه. چی میگه؟ میگه کانوا اذا مات لهم المیت، میگه اگر یک کسی فوت میکرد، عصر جاهلیت مشرکین شهادت داشتن، میگه نحروا جذورا علی قبره، یا ذبح میکردن یک شتر سر چی؟ سر قبرش. فنهى رسول الله صلی الله علیه و سلم عن ذلك. رسول الله صلی الله علیه و سلم کرد؟ تو محبت با کی داری؟ با رسول الله صلی الله علیه و سلم. وقتی که رسول الله منع کرد معلوم است که در عقیده تکر است، معلوم است که حرام است، ناروا است. این و کره ابو عبدالله اکل لحمه، میگه ابو عبدالله خوردن گوشت از هم مکن. قال اصحابنا، میگه اصحاب ما میگن و فی معنی هذا ما یفعله کثیر من اهل زماننا، میگه اینی کار بسیاری اهل زمانی ما میکنن فی التصدق عند القبر، که در سر قبر چی میکنن؟ صدقه میبرن، به خبز او نحویه، سر قبر نان میبرن یا چیزای دیگه میبرن. صحیح یا نه؟ چند وقت پیش حلوا میبردن، صحیح؟ آل از وقتی که صاحب خرما برآمد مردم افغانستان پیسدا شد، حکم حلوا چی شد؟ منسوخ. آل صاحب چی است؟ آل خرما میبرن، چند وقت بعد باز میبینیم اون مردمای پیسدا بی سر هر قبر یک توته گوشت است و پلاو است و خوراک است. ایره از این خاطر ای گفته ای گپ علامه ابن تیمیه است که مثلا قناعت کی را حاصل میکنه کی را حاصل نمیکنه والله اعلم. دیگه گفته فهذه انواع العبادات البدنیه او المالیه او المرکبه منها، گفتی از انواع عبادت های بدنی یا مالی یا مرکب است. اقتضاء الصراط المستقیم لمخالفت اصحاب الجحیم، تألیف شیخ الاسلام ابن تیمیه، طبع هفتم، دار عالم الکتاب، تاریخ نشر 1419 و جلد 2 صفحه 200
39. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. که در دل نوری ایمان آفرید، در شبی تاریک بنگر ماه تابان آفرید. با ملایی گفت آن دم آدمی را سجده کن، طوق لعنت در جهان از بهر شیطان آفرید. آن خداونده که در دل نوری ایمان آفرید، در شبی تاریک بنگر ماه تابان آفرید. آن خداونده که در دل نوری ایمان آفرید، در شبی تاریک بنگر ماه تابان آفرید. آدمی بیچاره را بین گرزی بحری گندمه، کرده از جنت بیرون پیری دهقان آفرید. آن خداونده که در دل نوری ایمان آفرید، در شبی تاریک بنگر ماه تابان آفرید. آن خداونده که در دل نوری ایمان آفرید،